فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا رو آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم. چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، می‌نویسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه‌ای به حسین ابن علی نوشته بود. عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله‌ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی عنان بعد از دیدار با او میگه من